اکا حیدرشاه یکی از متفکران متفکرم نگو که با استاد خفه نشود. همون شعری بجایی را یک بار میگفت که برای دوستان اسبی او حکیم فرموده زورترین اسب محتاج توزیانه است، زیبا و شکست ناپذیرترین زن محتاج شوهر است و داناترین مرد محتاج مصلحت مرد دیگر. و امروز همین در کلمات بزرگمردان اگرچه درک شود، درک معنی چون نیست، ما از عملی چی به بهره موندیم. برای همین وقتی اون رسیده است که با اون نگاه نکرده صورت میبینیم، صدا رو میشنویم، معنی هر یک سخن هر یک شعر درک کنیم. چون که فرموده هست که خداوند در سریر خیش گنج ها نهان دارد که کلید آن در سخن نیست، در شعر است. شعر گفتن درستفتن است، فهمیدن است بهتر از گفتن. سلامت باشید. یک سلام برای دوستای دوشنبه بیرون از دوشنبه بیرون از نه استاد گرام العزت فرزند شما باری دوم است که در خاک زادگاه ما وارد می شود و حال پرسی میکند. ما اولتر بهره معنوی خود از دیدار شما، از سخن شما گرفتیم و یک دوی نکی شاگردای شما این است که بهترین چیز در عالم تندرستی آسایش روزگار است و شما تنصیحاتی آسایش روزگار تمنا داریم و آرزومند اون هستیم که با یگان بهانه، با یگان چی مهمان مردمی همین دیار و مهمان شاگردای خود شوید. سرفراز و سربلند باشید.